چی نگین عاقد اومد کجای مرد حسابی 2 ساعته وای قولنامه موتور اینجا نزن میبرن کی میخواد ببره گردن به کلفتی عزیزان دیروز این موقع اینجا موتوری بردن چجوری بردن اینجوری سوار شده بنده خدا خب سویچ باز کرده خب. هندل زده موتور برد ای بول بول بکشون بپوشون خانم عزیز رعایت بپوشون عروس بو تیما میاد فوس بعد نزن حاجی نیم ساعت خودت میفهمی بسم ربی حبل باقی استاد زده هبل باقی مورد معامله یا اول دفترچه چیه چیزی نی استاد پول پیرنیان ماشین هم داره دوشیزه مکرمه پاک دامن حالا یه ذره دامنش هم خاکیشه چه اشکالی داره یک دستگاه دوشیزه مدل آخر 1273 شاسی به شرط ولی پالونی خورده صلوات میگن تو مطمئنی عاقدی نه من عاقلم یه مشتی دیونه جمع شدن دور هم به هم بپیوندن منم شدم عاقل دوشیزه مکرمه خدیجه پاکمانتو وایسا این خب به ما روز اول گفتن اسمش پارو میدم تو خانم اصل دهنت هم نذاشتن که نفهمی چه گوی خوردی خب عروس آخرش مهریه چند تا بنویسم با اجازه پدرم 1300 404 تا برای بار 1000 یا وکیلم عروس رفته گل بکشه بکشه یا بیچینه جفتش همین بره جفتش رفته که گیچه 3 و 4 هم نمیکنن 2 ماه تا چرا با این انگشت زدی انگشت خودم دلم میخواد با عدل قرصی نگی با 10 سال مشتریشه گوه خورد تو هم روش آی شباش گل محلتون رو بردی اربا بابا تو خرقربتی بود چه کنه نزا هیچ کی چوغ بالا نزنه منم مرداش اومدم هر کی دعوا داره بگه گوه خوردی تو عاقد والا ببخشید جا شده مشکی هم خوردی بچه مرداش باخ نمیده حالا چقدر تقدیم کنید قابلت نداره قربونت برم منزه خوشگلی عروس خدمت شما عزیزا والا یه عروس که من میبینم این جیگر نصفش هم اضافه این پرشمانم برای تو ما هرون خور نیست خدا خیر بده